یعنی ساختن همچین چرت و پرتای واقعا استعداد میخواد که بتونه اعصاب و روان ما رو به هم بریزه. سلام رفیق، امروز حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت میزون و مرتب و خوشگل باشه. امروز طبق معمول اومدیم با یه خز دیگه یه خورده به سلامت ذهن خودمون بیشتر ایمان بیاریم. خیلیاتون میشناسینش، اسمش هم مریمه. بعد از نزدیکم من دیدمش، چند وقت پیش اومده بود مشهد، اومد تو مغازه ما دیدیمش. ولی خب محتوایی که تولید میکنه اصلا با اون شخصیتی که ما درش دیدیم جور در نیومد. ما عملا با شخص مشکل نداریم، با محتوا چرت و پرت مشکل داریم. خب به انم اصلا ویدیو رو حتما لایک کن، اگر من ساب نداری هم حتما گزینه سابسکرایب رو بزن. برو بریم. من داشته هامو مخفی میکردم اما پوز نداشته هاشو میداد. بده 6. بده 6 تو که کار ندارم، معمولا چرت و پرتی میگی تو همه جملات. ولی اون 500 چی بود انداختی؟ بعد اون دمپایه چیه پاته؟ اون دمپای مردونه است با جوراب پوشیدی؟ 500 گرفتی پرتاب کردی اون فکر کردی خیلی پول داری. بیا اینم 2000 تومنیه. خسته شدم از سنگینیش. خیار گوجه چقدر گرون شده. پیاز و سیب زمینی بود، خیار گوجه چیه؟ موزه ماما موز. یعنی هر چرت و پرتی اینا بذارن یکی 2 میلیونی توی اینستاگرام ویو میگیره. اون وقت ما میایم خودمونی میکشیم، جر میدیم، هیچ که انگار نه انگار. بیا تحویل بی. بدنسازی تو به رخ من نکش. منم شنام خوبه. کاری با دمپایی مزخرفت ندارم که هنوز پاته، ولی خب بعد از دیدن این کلیپ فدراسیون شنا معلولین به ایشون یه دعوتنامه دادن، گفتن بیا تو تیم ما هم شرکت کن. آخه کدوم احمقی با اسکیت؟ لا اله الا. من موفق میشم، نه حتما ولی فوراً. موفق باشی. شیر آبو برای چی وا کردی حیوان؟ شیر آبو برای چی وا میکنی الان؟ مگه نمیبینی آب کمه؟ مورد شور این محتوا سازیتون رو ببرن به قرآن. دلت نخواد. پریدن جرأت میخواد. با من لبخند میشی. ماشاءالله ماشاءالله چه پرشی. اصلا ما که در این حد و اندازه نیستیم که بتونیم انقدر بپریم. اصلا با شما نمیتونیم با شما بپریم. ماشاءالله 1 متر پریدی. ها؟ رکورد جدیدی در گینس ثبت شد برای پریدن. رسما ریدن تو پریدن. بچه ها خیلی ها تو دایرکت بهم گفتین که آموزش شلوار پوشیدن رو بذارم. بریم ما هم ببینیم. یعنی وجود دارن اون احمقایی که نمیدونن چجوری شلوار بپوشن؟ کدوم احمقی همچی پیامی بهش داده؟ باز اون کی از این احمق تره؟ بس دیگه. بازم بریم ببینیم، شاید ما شلوارمون اشتباه میپوشیم. به قرآن این کاملا غلطه. حالا بریم. آفرین آفرین. نه مثل این که واقعا بلده چجوری شلوارشو بپوشه. خاک تو سرتون کنن که بلد نیستین چجوری شلوار بپوشین. کی گفت؟ احساس میکنم وقتی 2-3 سالم بود شلوار پوشیدن یاد گرفتم. خدایا من زود یاد گرفتم. نه من میخواستم بپرم تو آب نجاتت بدم ولی تو غرق شدی بی لیاقت. اصفن اونجا کلا ساحل 30 سان 40 سان بیشتر آب نه، چجوری غرق شده یارو؟ بعد تو نپریدی نجاتش بدی، چرا میندازی گردن یارو میگی تو لیاقت نداشتی؟ یعنی ساختن همچین چرت و پرتای واقعا استعداد میخواد که بتونه اعصاب و روان ما رو به هم بریزه. من براش بنز بودم ولی اون 206 دوست داشت. بده 6. اون بنزه؟ تو که فرق بنز و ام وی ام رو نمیفهمی چرا میای چرت و پرت درست میکنی؟ و وقتی فرقش نمیدونی ماشین چینی رو میذاری جای بنز، خب معلومه نقش چینی برای یارو بازی میکنی.
یارو هم میره 206 انتخاب میکنه، حداقل اصالت داره. بعد اون نه قلیون چی بود دستت؟ انگار داشتی میرفتی یه قلیون بکشی گفتی یه پستی هم تولید کنیم، نه؟ تو نمیتونی واسه من فاز بگیری چون فیوزت دست منه. بده 6. احمق، اون شارژر دستت فیوز نیستش اون. چرا پریز میریزا رو همه زدی ترکوندی؟ همونجا برق میگرفتت میمردی، راحت میشدیم از دستت. یه ملت آرامش میگرفتن حضرت عباسی. میدونی من با این بیشتر مشکل دارم که ویدیو چرت و پرت، محتوای چرت و پرت داره ویو میگیره توی اینستاگرام. آخه این درست خدایی. اون وقت ما این همه جون میکنیم، نه لایک میکنن نه ساب میکنن. مشکلتون چیه با این سیبیل های من؟ مشکلتون اون چیزه. اوکی، گرفتم. زندگی مثل سیگار میمونه. روشن که شد بکشی یا نکشی تا تش میسوزه. پس بکش. عزیزم اون قلیونه ها، اون سیگار نیست. فرق قلیون و سیگار هم تشخیص نمیدی؟ عملا فرق گو گوشکوبیده رو نمیفهمی، بعد بلاگرم هستی. ماشاءالله. حالا من همینجا هم ازت درخواست میکنم یه آموزش قلیون کشیدن هم بذاری برای ما لذت ببریم. خفه شو بابا. بچه‌ها خیلی ازم پرسیدین که هیکلم خوبه کدوم باشگاه ورزش میکنم. من هزینه میکنم صبح تا شب میام این باشگاه. باز خوب حداقل ورزش میکنی، چون بالاخونه که کلا اجاره دادی. میگن عقل سالم در تن سالم بدن سالم. حالا عقل سالم رو که نداری، ولی خب بدن سالم به هر حال به کارت میاد. شاید یکی از بدنت خوشش بیاد دیگه چون مخ اینجور چیزا که نداری. ولی خب تو هم خوب میشی انشالله. ببین من 2 تا دندم خیلی خوب کار میکنه. یکی دنده چپم، یکم دنده لجم. ترمز و کلاچ هم نداریم، فقط گاز. بس منم 2 تا تخمم خوب کار میکنه، اما چون تخم چپم بزرگتر مارکم داره، همیشه همه چی دایورت میکنم رو تخم چپم. تو میخواستی منو بازی بدی ولی اینو بدون بازی رفت و برگشت داره. منتظر یه بازی طوفانی باش. بده 6. من قطعا که تو رو بازی نمیدم. هم صحبت کنیم از این ور که وارد بشی، از این پشت اینو وارد میشی مستقیم میری بنبست اول نه سوم دست راست به سمت معده هدایت میشی. والا اصلا جاتون همونجاست. ای کسانی که محتوای چرت و پرت تولید میکنید، جاتون تو کوچه است. میزنم سلامتی همه مستا. آدم مست باشه ولی پس نباشه. با چایی هم مست میکنن. ماشاءالله، خسته نباشین. بوده مواردی دیگه، ما با آبم رفتیم بالا، ولی خب باید به درجات بالایی از عرفان برسی که بتونی با آبم چیز کنی. ولی خب در این مورد قضیه فرق میکنه. این اصلا نمیفهمه، فرق اینا رو نمیفهمه که این چاییه اون فلان چیز. ببین این سیگار رو میبینی میکشی تموم میشه. دوره خیلی هم دیگه مثل این تموم شده. امیدوارم دوره تک تک غذای مجازی تموم بشه من راحت شم.